پی میگیریم بحث مهم انتظار و منتظران ظهور حضرت مهدی موعود ارواحنا له الفدا. آقا سلام، خیر مقدم، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قوامی و همه بیننده های فریختتون. انشالله که بحث خوبی داشته باشیم پیرامون انتظار که فرمودید و انشالله که جز منتظرین واقعی امام زمان علیه السلام باشیم و بستر رو آماده کنیم برای اون منتظر واقعی انشالله. الهی آمین انشاءالله. به برکت راهنمودهای شما، دعاهای شما و مثل شما انشاءالله. در خدمتیم. بسم الله. یکی از مواردی که ما انسان‌های منتظر باید توجه بکنیم، خب میدونیم ما عملاً فرصتی که در جامعه ایجاد شده میتونیم یه آدم عادی منتظر باشه. بله. مثل بقیه میگیم آقا ما اصلا منتظر هستیم، فعالیت میکنیم، کارمون رو میکنیم. ولی چقدر خوبه که یک انسان اثرگذار باشیم در یک جامعه و بقیه رو تو یک مسیر درستی سوق بدیم، حرکت بدیم. یعنی یک موجی ایجاد بکنیم که به نوعی اون جامعه بستره آماده بشه، آمادگی برای پذیرش امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته. این خیلی مهم هست. بله بله. لذا بنیانهایی رو نیازه که ما توجه بهش داشته باشیم. یعنی اصل و اساسی رو باید انجام بدیم و بر اساس او به قول امروزی اون استراتژی رو بتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم. لذا 3 محور رو باید توجه بکنیم. یک، قانع نباشیم به وضع موجود. این داریم تو دعاها و سابقین الی ارادته، سبقت بگیرید. بعضی موقع طرف یه کار میکنه فکر میکنه خیلی کن فیکون کرده. نه، یه مقداری نسبت به حضرت تا حضرت ظهور امر اتفاق نیفتاده، یعنی هنوز کار ما جای نقص داره، باید بیشتر تلاش بکنیم. همینطوره. لذا بعضی جا نیاز به همراهی هم هست. حضرت موسی با اون عظمت میخواست بره با طاغوت زمان مبارزه کنه، گفت هارونم بیاد. گفت خب تنها برو. گفت نه، هو افصح منی، اون از من بهتر. یعنی هم دیگه باید هم افزا باشیم، تکمیل کنیم همدیگه رو نسبت به این قضایا. مثلا بنده تو عرصه های هنری رسانه‌ای ضعیفم، نمیتونم. لذا عزیزان شما، همکاران شما میان کمکمون میکنن. این محتواهایی که ما آماده کردیم تو فضای رسانه اینو ترویجش میدن. عزیز دیگه میاد در هنرمندی در یک کار دیگه ای. لذا هر کسی بتونه با این اتحاد و همدلی اتفاق بیفته. لذا سرعت میدیم خیلی از کارامون. لذا جامعه منتظر باید یه اصل و اساس اولیه رو انجام بده. قانع نشیم واقعا. یعنی انسان بله به عللی امام غائبه، خب طبیعیه، سری از اسرار الهی است. واقعا من نمیدونم، شاید اصلا آزمایش من و شما باشه. یعنی هر چه فکر بکنیم علل را بدانیم، نه اینکه ندانیم، علل رو بدونیم. ولی با توجه به وضعیت امروزی اصل اینه که امام غائبه. بله. خب این امام غائب ولی حاضر است، ناظر است بر ما. او داره تلاش میکنه، جهجاه المجاهد است، تلاشگر پنهانه. بله. خب ما کجای این هندسه دایره دوران غیبت قرار داریم؟ یعنی اینجاست که وقتی که ما تلاشمون رو میکنیم نباید به 2 تا اقدامی که انجام دادیم قانع باشیم. این یه اصله. بله بله. اصل دوم واقعا اون امید و توقع به وضع مطلوب رو در خودمون ایجاد بکنیم. یعنی ناامید نشیم بگیم همه جور بدبختی گرفته، بیچارگی گرفته، بی‌عدالتی گرفته. خب یه کاری بکن. ناامید نشو. دورانی میاد، اون دوران انشاءالله جامعه پر از عدل و داد خواهد شد. یعنی باید یه کاری بکنید دیگه، یه بستری ایجاد بکنید امر اتفاق بیفته. لذا این نگاه به امید به اون جامعه مطلوب، وضع مطلوب رو باید در ذهن خودمون، در جامعه دیده بشه. یعنی اینجور نشیم که بگیم خب اتفاق نمیفته، فضا چه اتفاقی میفته؟ خب یأس و ناامیدی به انسان غلبه میکنه. جامعه ای که به سمت یأس و ناامیدی بره حرکت نداره، رو به رشد نیست، نمیتونه اون جامعه پویایی که انتظار اصل هست انجام بشه و اتفاق بیفته. میگن تاریک ترین لحظه شب درست قبل از طلوعه. یعنی در دل اون تاریکی ها و ظلمت هاست که باید منتظر نور باشیم. وقتی به اوجش میرسه میگن قشنگترین عکس ها توی اتاقهای تاریک به چاپ میرسه. نکن مثلا خود انسان ها اصلا کمالگراییم ما. راست میگی. یعنی اون نگاه به کمال رو انسان ببینه و این به باوری برسه نسبت به این قضیه که بابا هنوز نرسیدیم به اونجا و بتونیم تلاش کنیم و کوشش کنیم که به اونجا برسیم. نکته سوم حرکته. خب وقتی که وضع موجود خودت رو شناختی، وضع مطلوب رو شناختی، خب حرکت کن. بسم الله یا علی، حرکت کن، برید تو مسیر، حرکت کنید بیایید. لذا اینجا باید پرهیز کنه از رکود،
از خمودگی، از رخوت‌هایی که به انسان دست، سستی‌هایی که به انسان دست میده. چون یه موقع از انسان اگه واقعا هم فرد هم جامعه یا آسیب شناسی کنن، خب چرا به انسان تو مسائل اعتقادی و دینی سستی غلبه میکنه به انسان؟ مثلا بعضی موقع من خودم فکر میکنم، مثلا بعضی موقع تو حالت جوانی و شادابی که داریم حرکت میکنیم، بعد میگیم خب این عمل خب باشه بعداً انجام میدیم، این ثواب رو بعداً انجام میدیم، این خیرات رو بعداً انجام میدیم، این بعداً ها میمونه. میگه کی انجام میدیم؟ میگه خب مثل با بزرگم مام بزرگم نشستیم تو خونه بیکاریم دیگه، خب چیکار کنیم؟ همین کارو انجام میدیم. اون موقع دفعه میبینید چشمت حتی نمیتونه یه آیه بخونید دست توان نداد یه قاشق ورداری، یعنی حال نداری که پاشی یه نافله بخونی. یعنی تمام اون نگاه ها و برنامه هایی که برای خودت از قبل طراحی کردید میبینید سستی غلبه کرده، نمیتونه. چیه اونا؟ وسوسه های شیطانی ناخواسته ها به انسان غلبه میکنه. میگه مثلا بعضی ما خدای ناکرده جوانی گناه میکنه، میگه باشه بعداً پیر میشی مثلا بیا توبه بکن. بعد بابا خیلی از جوونا و نوجوانا دیدید به حادثه های ناگواری از دنیا رفتن، شاید فرصت دیگه نداشته باشین برای توبه، برای جبران نسبت به این قضیه. میگیم از شنبه چند سال گذشته هنوز اون شنبه مورد نظر نرسیده. این هممون گرفتاریم. آره. البته به نظرم این خیلی ربط داره به اون مورد قبلی هم که فرمودیم. یعنی آدم ناامید دیگه حرکتی هم نداره. بله. دچار رکود میشه، رخوت میشه. هر چقدر ناامیدی بیشتر بشه ها، یأس و رخوت بهش غلبه میکنه. و از اون ور هرچی امید به آینده بیشتر بشه آدم بیشتر به تکاپل، سرعت، شادابی، اصلا رسیدن به کمال انسانو. لذا برای این باید یک مراحل رو طی بکنه. من چند مرحله رو برای رسیدن به این قضیه که این 3 اصل رو رعایت بکنه و بتونه حرکتش رو نشون بده و یک جامعه منتظر واقعی و پویا داشته باشه. مرحله اول آگاهی به عدم حضور ظاهری امامه. من بعضی موقع میگم خدا ماها هنوز این کمبود امام رو حس نکردیم. آره راست میگی. یعنی اصلا بنده به خودم عرض میکنم، جسارت به شما سید بزرگوار و مخاطبینتون نشه، هنوز احساس میکنم با دوران غیبت دارم کنار میام و این بده. متوجه این خسارتی که داره به هممون وارد میشه نیستیم واقعا. یعنی این کم بوده اون اضطرار به امام، حس حضور به امام، تشنگی به امام که برم سراغش، این اتفاق نیفتاده. لذا این آگاهی نسبت به عدم حضور ظاهری امام، اینو باید مرحله رو گذر کنم. یعنی چی؟ یعنی یقین به امامی که غائب است برسم بهش. این یه نکته. نکته دوم، احساس وجود امام رو در خودم ایجاد کنم. یعنی اضطرار به نیاز به امام رو در خودم، در جامعه‌ام ایجاد بکنم. چون بعضی موقع میدید مثلا، خیلی معذرت میخوام این مثال رو میگم، مثلا طرف اول برج که میشه میگه یارانه رو میریزن هی انتظار میکشه، شاید هم نیازی هم نداشته باشه نسبت به اون قضایی، یا مثلا میگه عددی نیستش که بخواد نیاز منو برطرف بکنه، ولی همین تشنگی به نیاز به او رأس شماری میکنه. خدای نکرده این پیامک واریزی دیر برسه، میگه نکنه اسم منو حذف کردن هم دغدغه براش ایجاد میشه و هی سراغش میره. لذا این واقعا نیاز باشه. بنده اگه نیاز به یه تشنه هستم، یه جا بشینم 1000 بار بگم آب، میگه خواب بگاه. بعد نه، یکی تشنه از پا میشه میره خودش آبو ور میداره، میگه این آبو بگی بخور. این نگاه نسبت به امام زمان هم همینه. اگر ما تشنگی نیاز به امام، حس حضور امام و اینجایی که ما بتونیم حس نیاز امام رو در وجود خودمون، آقای قوانی بعضی اینها رو نه در وجود خودمون، در تربیت خودمون هم باید ایجاد بکنیم. به نظرم لازمش آگاهیه دیگه. یعنی اینو ما اگر بتونیم برای خودمون ایجاد بکنیم، قطعاً اون فضایی که ایجاد کنیم، وضع موجودیم به کجا میخوایم بریم، این فضای گردش این جریان رو بتونه بشناسه. یعنی چه اون معرفتی که حضرت علی داد اشاره میکنه، معرفت به خود امام، معرفت به برنامه، معرفت به وظایف، انجام دستورات و برنامه، حتی ببینه واقعا این دستوراتی که دنبال میکنه واقعا اینو به اون وضع مطلوب نزدیک میکنه. اصلا این خیلی مهمه. معرفت و آگاهی نسبت به این که من الان باید تو چه جایگاهی باشم، جامعه دنیا باید تو چه جایگاهی باشه ولی نیست و چقدر فاصله است تا اونجا. ما باید اینو زودتر پرش کنیم. این نیاز به 3 حوزه است توجه به انسان. این بخشو یک حوزه دانشی است. خب من واقعا نسبت به اطلاعات دانشی خودم نسبت به امام ارتقا باید بدم. همینطوره. و این یه گله هست در جامعه ما. الان شما
این چند خط یک در طول 12 سال دانش آموز ما برای امام 12 میخونه؟ در 4 سال دانشگاهمون حداقل دیگه فاجعه است اصلا. خب چند خط این دانشجوی عزیز ما میخونه؟ در حوزه های علمیه، تو منابع اصلی ما همونجور که نسبت به فقه و اصول باید باشه، دغدغه تفسیر باید باشه، خب قرآن هست، اطرت کجا رفته؟ ببینید اینا رو باید اون نگاه دانشی باید اتفاق بیفته. رفتاری هم همینطوره. یعنی هر کسی در عمل و برنامه‌های زندگی خودش یه نگاه پیوستی داشته باشه. رضایت امام تو رفتارش هست. بنده حتی یه لقمه الان میخوام بیارم شما به ما میهمان بزرگوار تعارف بکنم. بله. آیا این مهمان بزرگوار من دارم تعارفش میکنم از این لقمه؟ آیا امام زمان من هم از این لقمه استفاده میکنه؟ ای بابا، من بدون تعارف خدمت شما عرض بکنم، شاید به خیلی هم بر بخوره، ولی میگم امام زمان اگه از زندگی ماها منظورم بچه مذهبی هاست، مؤمنین و اینا، بقیه که حالا خیلی حرف روی سخنم نیست، امام زمان اگه از زندگی خیلی از ماها بچه مذهبی ها حذف بشه، آب از آب تکون نمیخوره. خدا نکنه اونجا این خیالمونم. چرا؟ اینا خسارته. اینا خسارته. این خیلی بده برای همه مردم دنیا، برای ما که دیگه اصلا خیلی بده. ان شاءالله یه نهیبی باشه برای بازنگری. این برای اول نهیب برای خودم بود، جسارت نشه. نفر اول خودم واقعا ببینیم امام زمان کجای زندگی ماست و الان اگه نباشه چه تأثیری داره تو زندگیامون، تو شؤون مختلف زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی فلان. آقا بریم یه فاصله بگیریم بیایم. بعد یکی از دوستان بودم بهشون گفتم که بیا موبایلامون رو بذاریم رو زمین. گفت چطور؟ گفتم فرض بکنیم الان امام زمان میخواد موبایلام بنده و شما رو چک بکنه. رضایت امام رو پیوست ببینیم. اگه با این روی کردیم یعنی رفتار ما منطبق با اون معیار هست. بله، خیلی ممنونم. بریم محضرشون یه عرض ادب و عرض توسلی و برگردیم و ادامه فرمایشات آقای نصوری عزیز. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که خیلی زود چشمامون به رخسار دلاراشون روشن و منور بشه. آقا در خدمتی. خواهش می‌کنم. مورد بعدی که مرحله بعدی هستش، یقین به ظهور این امام غائب هم براش ایجاد بشه. بله، من برسم به اینجا، مرحله اول آگاه به عدم حضور، یعنی امام هست، حالا به عللی غائب است. عدم توجه به اینکه اضطرار به امام، تشنگی به امام بر من ایجاد بشه که حضرت علی بحث معرفت و اشاره کرد. بنده گفتم در 3 حوزه باید اتفاق بیفته. هم دانشی باشه، هم فضا رفتاری باشه، هم عاطفی. یعنی بعضی موقع ما عاطفی رو مقدم میگیریم بر همه اینها. یعنی مثلا هم میگیم ابن الحسن فدات بشم کجا، میخوام میگه به ابی انت و امی و نفسی و مال، خودم، پدرم، مادرم، همه فدای تو. آقا کجایی؟ آقا که هست. شما کجای این حرکت قرار دادی؟ چیکار کردی از نظر احساس رفتاری خودت، دانشی خودت؟ اینه که من در فراغ امام گریه کنم، شکی نیست. در فراغ امام صدقه بدم، شکی نیست. در فراغ امام محزون باشم، این طبیعیه. این نظر عاطفی این خیلی خوبه، اما موقعی است که این مرحله بعد باشه، یعنی دانشیم رشد بدم، رفتاری و منطبق با رضایت امام قرار بدم. اصلا بنده و شما و جامعه منتظر رو میبینه امام لذت میبره یا نمیبره. و بعد برسیم به حوزه عاطفی. چون بعضی موقع اینو پررنگ که میکنن، یه تعبیر رو استاد بزرگوار حاج آقا قرائتی دارن، خدا سلامتی بهشون بده، میفهمید در حوزه عاطفی خوبه اما انسان رو داغ میکنه. اون دوتاست که انسان رو پخته میکنه. فرق داغ و پخته چیه؟ میگه در پخته هیچ و خام نمیشه، در داغ زود سرد میشه. هنر اینه که انسان پختگی برسه و در مسیر پختگی خودش بتونه رضایت ولی خدا رو داشته باشه. این همون جامعه منتظری است که ما میخوایم. یعنی افراد به یک بلوغ فکری، اعتقادی و معرفتی برسن. حالا تو مرحله بعد چیه؟ خب میگه این امام غائبه، یقین به ظهور امام هم داشته باشه. بنا نیست امام غائب باشه. یعنی خیلی از آیات قرآن هنوز محقق نشده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. محقق نشده. بله. این تو اون جامعه. یا مثلا و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، این آیه هنوز محقق نشده. خب پس یقین به ظهور این منجی داشته باشم، امام 12 من که بیاد به قول امروز اون پروژه ناتمام رو تمام بکنه. لذا من انسان منتظر باید یقین به این ظهور داشته باشم که او بیاد، اللهم انا نرغب الیک فی دولت، بیاد من دولت کریمه رو اجرا بکنم.
نکته بعدی این خیلی مهمه، من دوست داشته باشم ظهور حضرت رو، چون متاسفانه تو ذائقه بعضی از نسل جامعه منتظر ما میگه من با همین دلار با این قیمت اجاره خونه، با این چیز نمیدونم، با این گرفتاری ها، با این آسیب های اجتماعی که وجود داره، من با همین قانم کنار میام. چرا نمیخوای اون جامعه رو؟ میگه اون جامعه جنگ و خشونت و وحشت و خونریزی و یک سوم. ببینید این نگاه تعبیری که از امام داره، خب طرف نمیخواد اصلا اون جامعه رو. ولی اگر نه ذهنش و قرائتش از ظهور از امام عوض بشه. بابا امام زمان میخواد، یه تعبیر حضرت آقا داشت خیلی برام جالب بود، میگفت تمام تلاش بشر اینه که به یه اتوبانی از زندگی برسه، اون اتوبان امام زمان افتتاح میکنه. یعنی چی؟ یعنی نسل نوی امروزی امام زمان رو دوست داشته باش بیاد. چرا؟ او میخواد بیاد تازه آغاز زندگی است. یعنی خیلی از این مشکلاتی که امروز برای بشر ایجاد شده ها تماما با تفکرات نگاه‌های بشری است که گره زده برای خود بشر. امام میخواد این گره ها رو باز کنه، تو رو با کرامت محوری، فضیلت محوری، اخلاق محوری رشدت بده. امام با تو جنگ نداره، امام با تو دعوا نداره، اتفاقا امام میخواد تو رو رشد بده. لذا این ترسیم دوران ظهور، زیبایی های دوران ظهور، این طرف عاشق میشه. مثل این چی میمونه، نمیدونم درست به ذهنم اومد، مثل بچه‌ای که این نسبت به بچه‌های دیگه خیلی درجه هوش و ذکاوت و ایناش بالاست، بعد اینا رو شما محصور کنی به اون همون پایه اول، میگه بابا من الان دارم به اندازه دیپلم دکترا میفهمم. بعضیا که تو سن 7 8 سالگی مثلا دکترا میگیرن و اینا، بعد تو اینو بگی نه محصورش کنی، نه باید همونجا بمونی. تو فشار دیگه. ما الان بشر الان تو این وضعیت هستیم، ما قابلیتمون اینه که خیلی پیشرفت بکنیم. بله. اما زمانی اون اتفاق خواهد افتاد شرایطش کی معین میکنه؟ اون زمان. لذا ما واقعا مثلا بنده خدا میگفتن که من یکی از تجربیات زندگی چیه، گفت این که حرف پدر مادرمو گوش نمیکردم. گفت خب پدر مادر چی میگفت گوش نمیگفت؟ اصلا نمیرفتم سراغشون که گوش بدم. طرف الان امروز نمیخواد بفهمه، درک کنه، بابا این امام زمانت نمیاد گوش بده. دقت کردید؟ من احساسم اینه که یه خلأ اینجا وجود داره. خلأ چیه؟ یعنی اون کسی که اندیشمند و عالم و نخبه متخصص مباحث امام زمان علیه السلامه با جامعه و جامعه با او بیگانه است. این خلأ باید پر بشه و لذا آدم‌های غیر متخصص میان قرائت دیگه ای از امام زمان میگه اون میاد میکشه، نمیدونم تا کجای اسب شریایی از خون را میاد. واقعا وحشت میکنه نسبت به این قضیه. لذا واقعا این باید دوست داشتن به ظهور، علاقه به امام، اون محبت ها و زیبایی دوران رو نکنید. ما ایام فاطمیه، بین فاطمیه اول و فاطمیه دوم هستیم. ببینید زهرای مرضیه سلام الله علیها در برابر تمام سختی ها صبر داشت. یعنی چرا؟ چون میدونست اون نگاه به امام خودش رو باید جدی بگیره و نسبت به نگاه امام خودش یوم ندعو کل اناس به امام، روز قیامت به امام خودش باید پاسخگو باشه. یعنی جامعه به اینجا برسه که این امامش روز قیامت برگ برنده اوست، او دست اینها رو اون دعا مناجات سید ابن طاووس کنار اون سرداب مقدس در کنار سر من رعا یا سامرا که میگه حضرت دیدم دستاشو بلند کرد داره دعا میکنه. رفتم جلو حضرت چی دعا میدم؟ حضرت داره اشک میریزه برای ما دعا میکنه. خدای از این امت من بگذر. به نوعی انگار این بشر گناهی میکنه، روز قیامت چشم امیدشون به ماست که ما روز قیامت دست این بشر رو بگیریم. ببینید امام در حق ما داره دعا میکنه، امام در حق ما داره اشک میریزه. یعنی هنوز اون زیبایی خود امام، رفتار امام، منش امام، سیره امام و مدل حکومت امام رو طرف نمیدونه، لذا دوست نداره. لذا یکی از مسائلی که باید تو این بنمایه ها تو این مرحله رعایت بکنه و دقت بشه، باید به این برسه این امام رو دوست داشته باشه، ظهور رو دوست داشته باشه. نکته بعدی که هست نزدیک بدونه، ظهور رو نزدیک بدونه. نکنید این ما نمیخوایم زمان برای ظهور تعیین کنیم. بله مبنای ما کذب الوقاتون، تعیین کنندگان وقت ظهور دروغگو هستن. ولی وقتی که من نزدیک بدونم ظهور رو، تلاش مثل این میمونه که شما تدارک دیدید تو خونه. بله. مهمان بزرگواری میخواد بیاد، چقدر برات عزیزه، چقدرم تو تدارک دیدی. مثلا طبق محاسبات شما مثلا مهمانتون ساعت 12 میاد،
خب اون موقع مثلا مییم نماز میخونیم با هم و غذا رو آماده میکنیم. یه دفعه میبینی ساعت 10 اومده، خیلی از کارات هم مونده، چی کار میکنی؟ دست از کارات میکشی؟ نه، سرعت میدی. همینطور. وقتی من یا مثلا مهمان نزدیک خونته بهت پیام میده که من برای 12 بیام 9 دارم میام میرسم، به قول امروزی اون لوکیشن رو بفرست که من زودتر بیام. وقتی که اتفاق میفته شما تلاش و کوششت برای این مهمانت مضاعف میشه، چون از بس نسبت به این عزیز برای شما گرامی است، این فضا برات سرعت داده میشه. لذا وقتی که من ظهور رو نزدیک بدونم، تلاش و کوشش خودم رو برای این دوران بیشتر میکنم. لذا چون اون دوران واقعا دورانی است، امام صادق میگه لو ادرکته لخدمته فی ایام حیاتی. چرا؟ چون معنیش هم بین، یعنی اون زمانی که برسه، چون یاری کردن امام زمان میگه انقدر برای من ارزش و قرب داره، اگه من اون زمان رو درک بکنم حاضرم خدمتگزار اون امام بشم. امام معصوم داره اینو میگه، یعنی انقدر اون دوران زیباست. تازه امام صادق امام شیشم ما، یعنی الان من و شما و جامعه منتظر باید انقدر ظهور رو نزدیک بدونیم که چی تلاش و کوششمون رو زیاد کنیم. مثل میمونه که مثلا طرف اطرافیان دوستا اینا اذیتش میکنن، بعد میگه بابام میاد حالتون رو میگیره بابام میاد من از این گرفتاری شما نجات میده. بعد اونا میگن کی میاد؟ میگه نزدیکه. یعنی احساس بله. اینجا هم همینه، بنده اگه ظهور رو نزدیک بدونم تلاش و کوشش خودم رو میارم. نکته آخری و اون اینه که یه نکته هم این انهم یرونه بعیدا و نراه غریبا، عمدتاً راجع به و نراه غریباش صحبت شده. اون جمله قبلش هم خیلی حرف توشه. بله. دیگران این امر رو بعید میدونن، دور میدونن. اصلا آقای قوامی نگاه کنید، ما تو جامعه شیطان به نظرم همین کارو میخواد ناامید کنه، دوره نیست. آره. حالا ما به تعبیر حضرت آقا نه اونقدر دور بدانیم و نه اونقدر به قول نزدیک بدونیم آفرین که این ور بیفتیم. لذا ما وقتی که میگیم جامعه مثل این میمونه، بنده جامعه منتظر یه آرزوهایی دارم، آرزو نسبت به یک واقعه‌ای که میخواد اتفاق بیفته. خب تلاش میکنم که خدمتگزار اون جریان باشم، تلاش کنم که اون جامعه اثرگذار باشم. و چقدر جالبه مدال خدمتگزاری امام رو داشته باشم. این مدال رو داشته باشم به عنوان جامعه منتظر خیلی تاثیر داره. نکته آخر رو می‌خواستیم بفهمیم. نکته آخر طبیعی است که مشکلاتی داره، دوران غیبت مشکلاتی داره، سختی هایی داره، اذیت و آزارهایی داره. حالا اینا یه بحثایی داره، بعداً به عنوان صبر عرض خواهم کرد. و این نکته مهم اینه که وقتی که من یقین به امام دارم، یقین به ظهور دارم، وقتی که من دارم تلاش میکنم، دوست دارم اون جامعه رو، لذا مشکلاتی که برای من ایجاد میشه، مشکلات رو باید طبقه بندی کنم. بگم اگر این یه موقع از طرف مثلا مشکلاتی تو زندگی داره، میگه اینا یکی از موادی میخوای فراموش کنی، بگو دیگران چه مشکلاتی دارن، سختی و مشکلات اونها رو ببین، مشکلات خودت برات حل میشه، آرام میشه. من باید یک انسان منتظر تو مرحله آخر از این غیبت امام و دوران غیبت، از این مشکلاتش باید خودم رو عبور بدم، یعنی تحمل خودم رو ارتقا بدم. خیلی ممنونم استاد. خواهش میکنم. اجر شما با حضرت صاحب. امری نداری؟ نه ارزی ندارم. انشالله که بتونیم خودمون حداقل عامل به این مطالب باشیم و بتونیم یک انسان منتظر برای امام صادق علیه السلام باشیم انشالله. خیلی ممنونم. ما همانطور که در غیبت مقصریم، در ظهور مؤثریم.